دی فیلم تقدیم میکند برنامه تاریخی تاجیکان هر روز یک شنبه در شبکه دی فیلم با دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان. تاریخ را باید آموخت تا آینده را بسازیم. برنامه با دستگیری صاحبکاران وطنی. درود به شما استاد عزیز و به تماشابینان عزیز. امروز ما نوار بردار هستیم و پسی پرده باید گپ بزنیم. استاد شما کمی تبسم کنید. بسیار خوب، خوش آمدید به برنامه. استاد، پیش از هخامنشیان ها دولت داشتیم و این دولت چه نام داشت؟ تشکر. سلام بینندگان ارجمند. به خاندان شما، به کشور عزیزمان، به سرزمین های همزبانی ما و به تمام مردمی عالم در این روزهای بسیار دشوار تندرستی، آرامش و بهی را می‌طلبم. در ارتباط با سوال نخستین شما که آیا ما قبل از هخامنشی‌ها، چون موضوع صحبت امروزی ما به امپری جهانی هخامنشی‌ها بخشیده شده است، آیا ما پیش از اینها دولت داشتیم یا از همین شروع شد؟ سوالی بسیار درست دادید. و در گفتمان گذشته اگر در یاد داشته باشید، ما درباره منسوبیت تاجیکان به مردمی آریایی صحبت کردیم و همین را گفتیم که در هزاره دوم پیش از میلاد، یعنی 4000 سال پیش از زمان ما، این هجرت و جابجا شوی و حادثه های مهم در سرنوشت این قوم ها اتفاق افتاد و وقتی که آریایی ها در سرزمین هند، در آسیا مرکزی، در ایران، این خیلی تا سمت بالکان و اروپا پهن شدند، یک مدت در این پهنای بسیار گسترده دولت های خرد خرد عرضی وجود میکرد و از جمله در سرزمین آسیا مرکزی دولت های مثل خوارزم، مثل باختر و سوخت وجود داشتند. اما ما باید فراموش نکنیم که پیش از این هم مردمی آریایی دولت های داشتن، از جمله یک دولت با نام میتن که بعضی میگن این دولت از همین کلمه میهن است که در عصرهای 16-15 پیش از میلاد این دولت عرضی هستی کرد. دولت دیگری که خیلی قدرتمند بود دولت ایلام بود که در سرزمین امروزه ایران عرضی وجود داشت. یک دولت دیگر با نام دولت ماد که این هم دولتی است که به مردمی آریایی نسبت دارد. این دولت ها وجود داشتند و اما این دولت ها چون در پراکندگی بودند، گاهی وقت مورد تعرض، مورد اشغال و مورد ضبط شدن از جانب دیگر دولت ها قرار می گرفتند. همین دولت میتن از شرق و شمال و از چند سمت مورد تهاجم قرار گرفت و در عصرهای تقریبا 13-11 پیش از میلاد از بین رفت. دولت ایلام نیز همچنین که با بابل، با مصر و با دیگر کشورها هم حدود و هم سرحد بود و همزمان بود، به همین سرنوشت گرفتار شد. به همین خاطر ما از این کشورها ذکر کردیم، یعنی ما قبل از هخامنشی دولت داشتیم، اما دولت های خرد و در حدودهای محدودتر بودند، یعنی در حدودهای امروزی آسیا مرکزی، ایران و حتی حدود امروزی عراق و حتی سرزمین امروزی ترکیه که تا این زمان در این سرزمین مردمی آریایی زندگی میکردن. بین ما کوروش کبیر فارس ها همچون بابا است. بیشتری ما فخر میکنیم و بابا میگیم، چون روس ها و دیگرها میگن ویلیکی کیر، از اون سبب که در حقیقت در تمام جهان مشهور بود با اون اعلامه خود، با اون رفتار و با اون دولتداری خود. کوروش کی بود؟ شما درست فرمودید که کوروش یک شخصیتی است که تنها به مردمی او هرچند آریایی بود، از دودمان فارس بود، ولی این یک شخصیتی است که در تاریخ تمام بشر نقش گذاشته است و کارهایی که این شخصیتی بزرگ کرده است تاریخ جهانی و تاریخ اون بشری را زیر تاثیر قرار داد. به همین خاطر یعنی کارهایی کرد که فرامیلی بودند، فقط به یک قوم خاص، به یک خلق خاص
محدود نمیشدند. به همین خاطر این شخصیت محبوبیت و معروفیتش از دایره ما مردمی آریایی هم فراختر میرفت. اما این درباره آنکه این کی بود، این کوروش فرزندی کمبوجیه بود. کمبوجیه یک شاه بود در منطقه امروزی فارس و این کشور تابع دولتی ماد بود و حتی گفته می شود که بابای مادری، یعنی جدی مادری کوروش، این شاه ماد استیک بود. او چطور به قدرت رسید و چطور این یک دولتی بزرگ تأسیس گذاشت؟ وقتی که فارس، البته پارس گویم درست‌تر می‌باید چرا که این اصلی کلمه پارس است. وقتی که پارس در ترکیب ماد بود و ماد یک دوره ضعف و پریشانی را پس سر کرد، کوروش که یک شخصیت بسیار معروف، یک شخصی بود که بسیار به لشکرکشی، در جنگ، در قوه آزمایی بسیار نخبه بود و بسیار هم از نگاه نیروی جسمانی و هم از نگاه نیروی ذهنی بسیار قوی بود. او در نتیجه یک حادثه تاریخی در میانه های عصر 6 پیش از میلاد، اگر دقیق تر گیریم سالهای تقریبا 550 پیش از میلاد، یعنی 550 سال پیش از عیسی مسیح که ما میگیم حادثه قبل از ظهر میگیم تا میلاد، در سال 550 پیش از میلاد این در یک مبارزه بر دولت ماد پیروز شد و خود شاه اعلان کرد، شاه پارس و ماد. به این خاطر یونانی ها اصلا در همون زمان چندان تفاوت نمیگذاشتند بین ماد و پارس. اینها خیلی نزدیک بودند، یعنی که پسر عمک بودند و حکومت از سلاله ماد به سلاله پارس ها گذشت و کوروش تنها به ماد و به پارس بسندگی نکرد، سرزمین وسیع کردن گرفت و چند سرزمین دیگر تصرف کرد. همین کوروش کبیر چی طور امپرای جهانی رو تأسیس داد؟ چی طور؟ کوروش به حدود ماد و پارس محدود نشد. او به سرزمین لیدیا که حدود امروزی جمهوری ترکیه است لشکر میکشد و این کشور، شاه این کشور شکست میدهد و این کشور هم به حدود خودش همراه میکند. یک نکته میخوام به شما بگویم که کشورهای آن زمانه، حاکمان آن زمانه بسیار حاکمان مستبد، ستمگر بودند و بیشتر میشد که مردم به دیگر شاهان که آوازه عدل و دادگستریشان می آمد مراجعت میکردند، همچون نجات بخش، یعنی میگفتند که ما را از ظلم یک حاکم ستمگر رهایی بخشید، رها کنید. و به همین مضمون ما میبینیم که چند کشور به کوروش مراجعت میکنند. یکی از کشورهایی که در جهان باستان بسیار قدرتمند بود و در یک ردیف، در یک قطار با مصر جای گرفته بود، این کشور بابل بود که این بابل در حدود امروزی عراق جایگیر بود و یکی از تمدن‌های بسیار دیرین و درخشانی زمانی باستان به مردم بابلی نسبت میداد و بابلی ها، شاهان بابل در گذشته بسیار تجاوزگر و بسیار سیاست های توسعه طلبی پیش می بردند و چندین سرزمین ها از جمله سرزمین امروزی یعنی خاور نزدیک، این طرف آشور، این طرف اورارتو، میتن و به دیگر کشورها بسیار لشکرکشی میکردند و در سال 538 پیش از میلاد با مقصد رسیدن به دیگر سرحدها و خاتمه بخشیدن به تعرضهای بابلی ها، کوروش به سمت بابل لشکر میکشد و در این جنگی که بین نبونید شاه بابل و کوروش شده بود او شکست میخورد و به اسارت میافتد و کوروش وقتی که این شهر تصرف میکنند، طور شما حاضر اشاره کردید، شهر بابل تصرف میکند، بسیار خلق و ملت ها، خلق ها و قوم هایی بودند که در زیر شکنجه و اسارت بابلی ها بودند. کوروش تمام قوم های زیر دست آزادی رهایی میبخشد، اعلام میکند که شما آزادید و یک شیوه برخورد و شیوه اخلاق کوروش همین خیلی بود که برخلاف پادشاهان زمان خودش، او دین خودش که دین مثال آیین مزدای اسنا یا آیین
زردشتی بود بر مردم دیگر تحمیل نمیکنه، نمیگه که شما باید همتون آیین فارس ها را قبول کنید. به همین خاطر او میآید و همون معبود یا خدایی که مردمی بابل میپرستیدن نامش مردوک بود. در نزد مجسمه و در نزد همون معبد مردوک زانو میزند، میگه که من فرستاده، یعنی من به یک قوم و به یک آیین نسبت ندارم، من فرستاده خدای یگانه هستم و نسبت به آیین مردمی بابل احترام میگذارد و اگر دیگر پادشاهان آمده معبد و عبادتگاه و دیگر پرستشگاه ها را خراب کنند، آثاری بعضی مردم از بین برند، کوروش برخلاف این کار میکند و به خدا و به اعتقاد این مردم احترام میگذارد. و یکی از کارهای دیگری که میکند، مردم یهودی را که تقریبا 40-50 سال قبل از این پادشاهان بابل به اسارت گرفته همچون اسیر از سرزمین خودشان از اورشلیم آورده بودند به این بابل، اونها را آزادی میبخشد و میگه که شما برگردید به وطن خودتان و معبد خودتان، پرستشگاه خودتان که از زمان داوود و سلیمان باقی مانده بود آباد کنید. و طوری میدونیم این ندای، این پیام آزادی که داده بود در کتابی، در آیین یهودی ها، در کتاب آنها در تورات ذکر شده است و کوروش همچون یک شاه نجات بخش، یک فرستاده خدای یهودی ها یهوه اعتراف می شود و تنها با آشوری ها و با بابلی ها و با یهودی ها محدود نمی شود کوروش و اون اعلامیه مشهوری خودش صادر می کند که این اعلامیه طوری می دانیم در نتیجه کاوش های باستانشناسی در حدود بابل عراق امروزه به دست آمد و نسخه اصلی همین در یکی از آثارخانه های مشهور دنیا نگهداری می شود و در همین اعلامیه نخستین بشر میگن را کوروش به همین ملت های دنیا اعلام میکند که همین ملت ها صرف نظر از منسوبیت نژادی و زبانی و آیین دین و اعتقادی خود در نزد دولت ما برابرند و هر قوم، هر ملت میخواهد با همون سرنوشتی که انتخاب کرده زندگی کنند. این یکی از صحیفه های بسیار مهمی تاریخ بشر است و به سبب نیست که از خودی ما فارس ها و مردمی آریایی ها و امروز فرزندان کوروش مردمان دیگر بیشتر از کوروش یادآوری میشن. طوری که گفتیم یهودی ها او را در کتابشان ذکر میکنند، یونانی ها درباره کوروش کتاب نوشتند، از جمله کسنفان یک مورخ جهانی باستان کوروش ستایش میکنند و درباره‌اش یک با نام کوروشنامه یک کتاب مینویسد. این چیز بسیار چیزی مهم است که یک شاه نه مردمی خودش بلکه مردمی بیگانه احترام میکنند، اعتراف میکنند و تمجید میکنند و این یکی از افتخارات ما مردمی آریایی نژاد است که از میان ما، از نسل گذشته ما چنین یک شاهی عادل و دادگر ظهور کرده است و ندای آزادی به مردم جهان رسانده است. استاد، پس از کوروش چی شد؟ سرنوشت دولت چی؟ کوروش در به سرزمین امروزه ما به آسیای مرکزی هم لشکرکشی میکنند و درباره مرگ او البته فکرهای گوناگون است، اما در هر صورت در سال 530 پیش از میلاد کوروش از دنیا می رود و سرزمین شرقی، یعنی آریاهای شرقی از جمله اجداد ما باختری ها، سغدی ها، پارتی ها و مرغیانی ها و دیگر سرزمین ها را به این قلمرو همراه میکنند و کشور او از همین حدود چین تا خلیج فارس در یک محدودی بسیار، در یک سرزمین بسیار گسترده دامن میافکند. پس از کوروش پسر او کامبوجیا که به افتخار پدرش این نام گذاشته بود در سال 530 تا میلاد تا 522 تا میلاد، یعنی سالهای، شنوندگان باید خوب دانند که سالهایی که پیش از میلادن برعکس از زیاد کم می شوند. از سال 530 تا 522 پیش از میلاد حکومت می کند و مهمترین کاری که فرزند کوروش کامبوجیا می کند این بود که او یکی از تمدن‌های بسیار قوی و قدرتمند آن روز جهان، مصر باستان اشغال می‌کند، تصرف می‌کند و سرزمین مصر با همین عصر فرعون‌ها به انجام می‌رسد و سرزمین مصر جزو امپری هخامنشی می‌گردد و در نتیجه یک
حادثه نامعلوم کوروش در سال 500 کامبوجیا در سال 522 چشم از جهان فرو میبندد و در امپری هخامنشی به خاطر رسیدن به قدرت یک مدت بحث و اختلاف می شود. در خود حدود فارس یک تبادلات می شود و در نتیجه این مبارزه ها و در نتیجه تدبیرهایی که خاندان هخامنشی اندیشیدند یکی از نمایندگان همین سلاله همین خاندان هخامنشی ها داریوش که با نام داریوش کبیر معروف است به قدرت می رسد و من باید بگویم که در خاندان هخامنشی ها پس از کوروش از همه شاهنشاه قدرتمند همین داریوش کبیر است که او اول یک کشوری به آشفته و ناآرام سرجم می کند و از بس که می بیند که این کشور نیاز به یک بازسازی، به یک اصلاح، به یک دیگرگونی دارد، دست به یک اصلاح میزند و در کشور اصلاحاتی میگذراند که تمام جنبه های کشور، یعنی تمام جنبه های روزگاری اون دولت فرا میگیرد. از جمله ارتشی بسیار منظم تهیه میکند، ارتشی بسیار قوی میسازد که کشور اداره کند. بعد به خاطر اینکه اداره کشور آسان شود، کشور به خشترپوان میگن در زبان قدیمی فارسی، یا که در زبان یونانی ها این سترپ میگفتن، یعنی به ولایت ها، به آستان ها، به مضافات جدا میکند و از روی یک معلومات کشور به 20 مضافات، به 20 خشترپوان تقسیم میشود و در سر این مضافات افرادی که بسیار لایق شایسته بودند انتخاب میشوند، بیشتر از میان خود خاندان پارس ها. و کاری دیگری که او میکند این بود که در اون زمان نظام پولی بسیار ساده بود. از جمله مثلا در اروپای همون زمان در بین یونانی ها یک پول های سکه های آهنین رایج بود که اندازی هر کدامش به اندازی همین، مثلا به اندازی همین دفتر یا که حتی کلانتر از این بود که حمل آنها بسیار وقت زیاد میگرفت. به همین خاطر داریوش یک نظام بسیار معمول و نظام بسیار خوبی پولی را جاری میکند و سکه های زرین، سکه های طلایی را با نام داریک یا دریک تأسیس میدهد که این سکه ها در همون زمان از بس که نخستین امپری در جهان امپری پارس ها بود، امپری هخامنشی ها بود، به خاطر اینکه مبادله پول و مال آسان شود این سیستم را، یعنی همین نظام جاری میکند. کاری دیگری که داریوش میکند این بود که داریوش نظام پاچتره که ما امروز تعجب میکنیم که در عصر 6 و 5 پیش از میلاد اجداد ما یک نظام بسیار منظمی ارتباط بین کشور جاری میکنند که در این کشور یعنی بین مضافات با مرکز ارتباط باشد، یعنی در همین گوشه و کنار مرکزها تأسیس میدهند. اون در این مرکزها اسب و شتر و دیگر نمودی حیواناتی که برای رساندن پیام بودن نگهداری میشدند و از یک گوشه کشور تا تصور کنید از آسیا میانه تا مرکز این کشور به هم دیگر وصل می شود. و من باید بگویم که کاری دیگری که در زمان داریوش اتفاق افتاد بین اروپا و آسیا، بین یعنی دولت هخامنشی بین پارس و یونانی ها جنگ های سر زدند که در تاریخ با نام جنگ های یونان و پارس معروف است. استاد درباره جایگاه دولت هخامنشیان ها چی میگویید؟ امروز ما میبینیم که در این عصر جهانی شوی و گلوبالیزاسیون که یک گویا که دنیا یک دهه شده است و ارتباط بسیار نزدیک است، شما تصور کنید اولین همین گونه کوشش اجداد ما کردند و هخامنشی ها، خاندان هخامنشی با ابتکار کوروش و داریوش و فرزندان او یک امپری جهانی را تأسیس دادند که خواستند ملت ها و قوم های گوناگون در ترکیب یک دولت زندگی کنند. این دولت دولتی فراملی بود. یعنی چرا این دولت اینقدر در حدود 200 سال ادامه یافت و امروز در تاریخ جهان یکی از طیف‌های بسیار درخشان شمرده می شود؟ به خاطر اینکه در اینجا تبعیض نژادی نبود. در این دولت، در این کشوری هخامنشی ها، مردم به خاطر اعتقاد و به خاطر دین و آیین خود مورد تحقیر و آزار قرار نمی گرفت. کاری دیگر این بود که هخامنشی ها یک بستری را فراهم آوردند که مردمان گوناگون به همدیگر در ارتباط باشند و یک تمدن درخشان پدید آید. این تمدن تنها به یک قوم و یک خلق محدود خاص نیست، یک تمدنی است که
آمیخته بود، یک تمدنی بود که در این پارسا هم سهم داشتند، مادا هم سهم داشتند، بابلی ها هم، مردمان آسیا میانه هم، مردمان حدودی قفقاز هم، یعنی یک ایمپری فراهم آوردند و ما میتوانیم گفتند که بزرگترین خدمت هخامنشی‌ها این بود که تمدن درخشانی هم مادی هم معنوی را آفریدند. امروز یکی از یادگاری های همین دوره که با نام خزینه امودریا و در حدود امروزی تاجیکستان یک حدودی 150 سال قبل پیدا شد و اون من بعد فروختن رفت به هندوستان و این دوباره گشت رفت به اروپا و این با نام خزینه امودریا یادگاری زمانی هخامنشی‌ها است که وقتی که شما این امروز در موزه بریتانیا نگهداری می شود این شما میبینید تعجب میکنید که انسان با کدام درجه با کدام سطح ترقیات رسیده است و نشان دیگری تمدنی بزرگی هخامنشی را ما در یادگاری تخت جمشید یا که پرسپولیس میتونیم دیدن. اگر یک وقت به شما نصیب کند اگر این یادگاری را اگر که در شیراز نزدیکی شیراز ایران است ببینید شما تعجب میکنید که انسان در عصر 6 پیش از میلاد همچنین یک شهر ساخته است، شهری که از سنگ ساخته است و بر روی این سنگ نقش های برجسته است و ما از این نقش های برجسته که تا امروز باقی مانده است میتوانیم به عرف، به عادت، به نظام شاهنشاهی، به لباس پوشی، به موسیقی نوازی و تمام دیگر همون دستاوردهایی که اون روز مردمی بشر رسیده بودند پی ببریم و در مجموع اگر با یک سخن خواهیم که دولت هخامنشی‌ها را جمع کنیم میتوانیم گفتم که در میان مردمی بشر تاریخ بشر نخستین ایمپری را مردمی فارس، مردمی آریایی تأسیس دادند. این مؤسس این ایمپری کوروش بود و این ایمپری بیش از 200 سال ارزی هستی کرد و در قلمرو این دولت این ایمپری امروز میتوان گفتن که بیش از 50 دولت ارزی هستی میکنند، حتی بیشتر از این و نشان میدهد که در این زمانی کهن اجدادی ما در کدام روزگاری را به سر کردند و در کدام حالت زندگی میکردند. آموختن این تاریخ، آموختن دوره درخشان تاریخ ما بار دیگر ما را به خودآگاهی، به خویشتن شناسی فرا میخواند. من فکر میکنم که آموختن صحیفه‌های درخشان تاریخ هخامنشی‌ها و دیگر دوره‌های تاریخی گذشته تاجیکان ما را به بیداری، به آگاهی و خویشتن شناسی میبرد و خویشتن شناسی میآورد. به امید سربلندی، به امید شکوفایی و رونق و رواج این کشورها و آسودگی هر خاندان تاجیک. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. دی فیلم تقدیم میکند برنامه تاریخی تاجیکان هر روز یک شنبه در شبکه دی فیلم با دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان. تاریخ را باید آموخت تا آینده را بسازیم. برنامه بود از گیری صاحبکاران وطنی.